ва акнун аз шумо пурсидан мехостам ки ҳикмат аз пардохти закоти фитр дар чист? طبق حدیثی که در سنن ابو داوود در جلد دوم کتاب زکات در حدیث 1605 آمده است که پیامبر دوستدار ما صلی الله علیه و سلم گفتند پرداخت زکات فطر یا صدقه یعنی فطر روزه برای هر مسلمان واجب است. برای پاکسازی روزه‌دار و سخنان بیهوده از دشنام و فحشا و تا این که همچون رزق خوراکه برای مسکینان باشد. پس هر کسی که آن را قبل از نماز عید پرداخت کند آن زکات مقبول است و هر کسی که آن را بعد از نماز عید بپردازد صدقه همچون دیگر صدقات است، یعنی زکات فطر به حساب نمی رود. طبق حدیثایی که به ما معلوم است هدف اصلی پرداخت زکات فطر تأمین نمودن مسلمانان فقیر و نیازمند در روز اساسی سال روز فطر است که عید اصلی تمام مسلمانان به شمار می رود. بنابراین هر مسلمان نیازمندی را در این روز با طعام تأمین نمودن ضرور است. از این رو حکمت این در آن است که اولا طعام دادن کمبزاعتان، دوم پاک ساختن روزه‌دار از آن کوتاهی که در دوام رمضان از او سر زده است، از قبیل سخنهای لغو و بیهوده و دشنام و بدزبانی. سوم برای اظهار شکر نعمتهای پروردگار که ما را امکان روزه داشتن در این ماه مبارک را داد. و نهایت برای پاکسازی گناههای خردی که از ما در وقت روزه‌دار بودنمان سر زده است، زیرا که گناههای خرد ثواب عملهای ما را کم میکند، در حالی که پرداخت زکات فطر ما را از دست دادن ثواب شایسته در ماه رمضان باز می‌دارد.